سلام دوستان، چطورین و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. این بار اومدیم با آموزش فارم بومیل فکر کنم. حتی نمید. آقا وایسا بذار اینو من اصلا اومدم آموزش چی بگیرم. یه لحظه وایسا. اینه. آره دیگه، بومیل. آموزش بومیل اومدیم این بار براتون بگیرم و عجب چیز حقی، واقعا خدایی حقی، خیلی حقی. شما تنها چیزی که نیاز دارید 2 تا چست هست، 1 دونه اینا و 2 تا هاپر و گلس هم میتونید بذارید، میتونید نذارید که اصلا نمیذارید. اصلا دورشو گلس بذارم اون سرش شدم چون اصلا بنظرم نیاز نیست. بذار روزش کنم. خب شما اول کار میکنید یه دونه چست میذارید، بعد یک هاپر شیفت میگیرید و بهش وصل میکنید که من اینجا میذارمش. خب و بعد شما یک دونه از این دونه ها هم بهش وصل میکنید. از این ای خدا مجبورم اسمش رو بگم، کامپوستر اگر اشتباه تلفظش نکرده باشم. اینا میتونید بذارید روی هاپرتون و چستتون هم اینجا نمیذارید. بعد یک دونه یه دونه هاپر هم روش بذارید، یعنی بهش وصل باشه و یه دونه چست داخلش میذارید که یعنی روش میذارید داخلش میذارید. میتونید بلاک بزنید زیر پاتون بیاین بالا بذارید که من حالا کریتیوم و اینجوری براتون گذاشتم. این کار که کردید شما تنها چیزی که نیاز دارید حدس بزنید چیه. من بهتون میگم چیه. یکم طول میکشه تا بفهمید چیه. هر چی فرق نمیکنه چی باشه، میتونید از این دونه ها بذارید. هر چیزی که دم دستتونه میذارید داخل چست به این شکل و داخلش هی خودش میذاره میریزه و پر میشه و اون بومیل میره توی هاپر. از توی هاپر چون بسته به چست میاد داخل چست و بله شما اینجا یه دونه بومیل دارید. در کل فارم گادیه دیگه، نیاز نیست شما یه دونه از اینا اینجا بذارید و هی بخواید توش چیزی بذارید که به این شکل در بیاد. بعد کافیه این حرکت رو بزنید که بهتون گفتم ایزی 4 تا 5 تا بومیل لذتش رو ببرید. دیگه چی میخواید؟ حقیقتش رو بخواید میتونید گلس هم بذارید، مثلا بگم به این شکل که من براتون دارم میذارم. یه جور میشه گفت نیاز نیست. و حالا من براتون میخواستم به این شکل گلس بذارم که شما فقط بین اینجا، البته اینجوری دیگه دسترسی به اون چسی بالایی ندارید که میتونید مثلا بگم اینجا یه پله بزنید، بین اینجا این شیشه رو بشکنید، توی این چیز بذارید که من براتون انجامش میدم. نیاز به گفتن نیست. پله من کو. حالا هر پله استفاده کردید مشکلی نداره. به این صورت خب اینجوری میام اینجا و میتونید اینجا چست رو باز کنید و آیتم هایی که میخواید داخلش بذارید و خب الان تموم شد. کلا 22 تا بومیل گیرمون اومد با 2 تا 64 تا گنده میگه 64 تا سید. شما میتونید یه عالمه بومیل داشته باشید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. از آموزش ماینکرافت بیشتر براتون میذارم، قول میدم، و بین این آموزش ها یک سری ویدیوهای دیگه هم براتون میذارم، مثلا مثل چه میدونم اگه شد از هفته آینده شروع میکنیم پابجی موبایل و کال آف موبایل و این سری چیزا هم براتون میذارم. چیزایی که خودم بهشون علاقه دارم، گیمی که خودم بهشون علاقه دارم، این براتون میذارم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. یادتون حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و دنبال کنید چنل ما رو
و نظرتون رو حتما تو کامنت یا نظرات بگید اگه جمله‌مو درست گفته باشم و همین دیگه تا یه دیگه میبینمتون. دور نیستش غم در آرینک سردرگمم نه سردم کلم مثل آخر زمستون روز تولدم پر از برفک و یخ از سنگم و حرفم و میزنم حتی نکنی درکم کلم